در دل یکی از آرامترین شهرهای آلمان، جایی که خانه‌های رنگی و خیابان‌های تمیز تصویری بی‌نقص از امنیت ارائه می‌دادند، پسری زندگی می‌کرد که بعدها جهان زیرزمینی اینترنت را تکان داد. نام واقعی او ماکسیمیلیان شمیت بود، نوجوانی ساکت، باهوش و درونگرا، اما جهان او به ظاهر عادی، در پشت در بسته اتاقش به کابوسی برای پلیس اروپا تبدیل شد، جایی که او بعدها با نام شاینی فلیکس امپراتوری مخوفش را ساخت. آغاز یک زندگی آرام. ماکسیمیلیان در خانواده‌ای معمولی بزرگ شد. مادرش کارمند ساده‌ای بود و پدرش مدتها قبل خانواده را ترک کرده بود. مکس از همان کودکی عاشق کامپیوتر بود. ساعتی طولانی پشت صفحه نمایش می‌نشست، بازی می‌کرد، کد می‌نوشت و با کنجکاوی وصف‌ناپذیری وارد انجمن‌های مختلف در اینترنت می‌شد. مدرسه برایش جذاب نبود، اما وقتی پای تکنولوژی به میان می‌آمد، همه چیز تغییر می‌کرد. معلم‌هایش همیشه یک جمله درباره او می‌گفتند: هوش فوق‌العاده اما بی‌علاقه به مسیرهای معمولی زندگی. او دوستان زیادی نداشت. بیشتر وقتش را با لپتاپ سپری می‌کرد. در 15 سالگی وارد دنیای دارک وب شد، جایی که همه چیز می‌توانست خرید و فروش شود و هیچ کس هویت واقعیش را نمی‌دانست. آغاز کنجکاوی خطرناک. در ابتدا فقط کنجکاو بود. خواندن فروم‌ها، مشاهده بازارهای سیاه مواد، بررسی روش‌های رمزنگاری. اما کم کم متوجه شد که بسیاری از فروشندگان آماتور هستند. بسته‌بندی بعد، تأخیر در ارسال، عدم اعتماد مشتریان. اینجا بود که اولین جرقه در ذهنش زده شد. او با خودش گفت اگر کسی این کار رو حرفه‌ای انجام بده، مشتریا کل بازار رو دستش میدن و آن کس خودش بود. در سال 2013 زمانی که تنها 18 سال داشت، به تنهایی یک سایت راه اندازی کرد. shinyflakes.com، سایتی که ظاهرش به طرزی عجیب شبیه فروشگاه‌های معمولی بود. دسته‌بندی‌ها، توضیحات، نظرات کاربران، سبد خرید، اما کالایی که در این وبسایت فروخته میشد انواع مواد مخدر بود، از گرفته تا فتونین. ماکسیمیلیان فقط یک نوجوان بود، اما همان از ابتدا همه چیز را حرفه‌ای مدیریت کرد. بسته‌بندی‌های بی‌بو، سیستم ارسال کاملا محرمانه، پست کردن بسته‌ها از چندین باجه مختلف، پرداخت‌های رمزنگاری شده با بیت کوین، پاسخگویی 24 ساعته در دارک وب. او کاری کرده بود که مشتری حتی حدس نمی‌زد فروشنده یک پسر تنها در اتاق خوابش باشد. در مدت کوتاه فروشگاه او به یکی از مشهورترین فروشگاه‌های دارک وب تبدیل شد. تمام عملیات او از یک اتاق کوچک انجام می‌شد. اتاقی که بعداً پلیس هنگام دستگیری وارد آن شد و 50 کیلوگرم مواد بسته‌بندی شده در کمد، زیر تخت و حتی داخل کشوهای میز پیدا کرد. او روزانه ده‌ها سفارش دریافت می‌کرد. در اوج فعالیتش هر روز حدود 100 تا 150 بسته ارسال می‌کرد. سودش میلیون‌ها یورو بیت کوین. او حتی کارمند نداشت. خودش همه چیز را انجام میداد. تایپ می‌کرد، سفارش می‌گرفت، بسته‌بندی می‌کرد، تبر می‌زد و با دوچرخه بسته‌ها را به صندوق‌های پستی مختلف شهر می‌انداخت. با وجود هوشش اشتباهاتی داشت. آدرس خانه‌اش مرکز همه چیز بود. بسته‌ها را خودش ارسال می‌کرد. برخی مشتری‌ها بازداشت می‌شدند و ادعا می‌کردند همه چیز را از یک سایت خاص خریدند. اسم سایت در فضای دارک وب بیش از حد معروف شد. پلیس آلمان تحقیقات مخفیانه را آغاز کرد. ماه‌ها رد بسته‌ها را دنبال کردند، هرچند که بسته‌ها نام و نشانی نداشتند، اما الگوهای تکراری لودهنده بودند. اوایل سال 2015 پستچی‌های آلمان متوجه شدند که حجم غیرعادی از بسته‌ها از یک منطقه کوچک فرستاده می‌شود و همچنین چند بسته برگشتی که اشتباهی ارسال شده بود باعث شد مأموران پست مشکوک شوند. پلیس سایبری وارد عمل شد. رد بیت کوین ها، رد آی پی ها و چند خطای کوچک دیگر باعث شد سرنخها به خانه مکس برسند. در نهایت یک صبح سرد زمستانی نیروهای ویژه با حکم بازرسی وارد خانه شدند. داخل اتاق او
لپتاپ روشن بود. پنجره سایت شاینی فلیکس باز بود. پیام‌های مشتریان روی صفحه دیده می‌شد. بیش از 400,000 یورو بیت کوین ذخیره شده بود و صدها بسته آماده ارسال روی میز و کف اتاق وجود داشت. در آن لحظه مکس خنثی نشسته بود، گویی فقط یک بازی ویدیویی را باخته. در بازجویی‌ها ابتدا مقاومت کرد، اما شواهد علیهش غیر قابل انکار بود. پلیس در مجموع 910 کیلوگرم مواد مخدر مرتبط با او کشف کرد، رقمی که برای یک نوجوان 18 ساله غیر قابل باور بود. مکس بعدها گفت: من نمیخواستم خلافکار باشم، فقط میخواستم ببینم میتونم از سیستم بهتر عمل کنم یا نه. اما این کنجکاوی او را تبدیل به یکی از بزرگترین فروشندگان مواد در تاریخ دارک وب کرد. در سال 2015 دادگاه برگزار شد. چون در زمان وقوع بیشتر جرائم زیر 18 سال بود، قانون نوجوانان برایش اعمال شد. حکم ویی فلیکس 7 سال زندان در مرکز بازپروری نوجوانان. اما این پایان داستان نبود. گزارش ها نشان میداد او حتی زمانی که در دستگیری بود سعی میکرد دوباره از طریق دارک وب فعالیت کند. پولهای بیت کوینی که هنوز داشت وسوسه‌اش میکرد. این موضوع باعث شد مراقبت‌ها سخت‌تر شود. داستان او آنقدر عجیب بود که نتفلیکس بعدها سریال معروف How to Sell Drugs Online یا فاس را با الهام از زندگی او ساخت. البته سریال جنبه طنز و تخیلی داشت، اما هسته داستان همان بود. یک نوجوان در اتاقش امپراتوری مواد می‌سازد. شاینی فلیکس نمونه است از اینکه چگونه استعداد هوش بدون مسیر درست میتواند به تهدیدی بزرگ تبدیل شود. او میتوانست یک برنامه‌نویس موفق، یک متخصص امنیت سایبری و یا یکی از چهره‌های بزرگ تکنولوژی باشد، اما راهی را انتخاب کرد که در نهایت به نابودی خودش ختم شد. او امروز آزاد است، اما هنوز هم به عنوان یکی از خطرناکترین نمونه‌های جرائم سایبری توسط یک نوجوان شناخته می‌شود. دنیایی که او ساخت در اوج قدرت، فقط روی یک میز کوچک داخل یک اتاق تاریک و با یک لپتاپ ساده. اگر دنبال پرونده‌های دارک وب، جرم شناسی، داستان‌های واقعی و جنایی واقعی هستی، حتما ما را سابسکرایب کنید و لایک و کامنت شما باعث میشه انرژی بیشتری بگیریم و قسمت‌های بعدی رو سریعتر منتشر کنیم. مرسی که با ما همراه بودید.